بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب و شفایها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله ما شما امروز حضور داریم در این خانه الله سبحانه و تعالی و دو روزی خرسندی و شادی. الحمدلله، یکی امروز جمعه مبارک و انشاءالله بعد سحر روزی بازار انشاءالله عید که در تمام مسلمانان روی دنیا عید قربان است. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله ما به این انشاءالله پیشوازگیری یعنی چی هستیم، این انشاءالله خدا خواهد دو روزی بزرگ امروز و بعد سحر انشاءالله خدا خواهد یعنی چی، یعنی عید قربان انشاءالله خدا خواهد. عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است، دوستان را تبریک نمودن سنت پیغمبر است. از دان من با کامل احترام ادب مردم شریف ازبکستان و مردم شریف تاجیکستان را از دان من و آمدن عید سعید یعنی عید قربان از صمیم انشاءالله قلب تبریک انشاءالله و مبارکباد میگیم و از درگاه خداوند بزرگ یعنی به این آمدن فرارسی این ماه مبارک الحمدلله از خداوند بزرگ تمنا داریم که انشاءالله خدا خواهد ما و شما را همیشه هدایت نماید، برای راست استوار گرداند در دین. عزیزان من انشاءالله خدا خواهد و سعادتمندی این دنیا و او دنیا را الله سبحانه و تعالی سزاوار ما و شما بگرداند. آن محمد که آن خداوند که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک بینگر ماه تابان آفرید، تیغ را بر حلق اسماعیل پیغمبر نهاد، بعد از آن بر مؤمنان عید قربان آفرید. الها تا به تمام شما عزیزان من و تمام انشاءالله مسافران و تمام مسلمانان روی دنیا انشاءالله خدا خواهد یعنی چه آرزوهایی که نیک داریم الله سبحانه و تعالی به آرزوهای نیک ما و شما را برساند و در خاندان ما و شما خانه آبادی و دستارخوان پرفضل و پربرکات و همیشه در لبان ما و شما تبسم انشاءالله کنده نباشد. چی مقصود و چی آرزوها که داریم، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمش الها برآورده خیر بگرداند. عزیزان من همه انشاءالله خدا خواهد یعنی مسافرها همه انشاءالله برادرانی که از وطن دور هستند و این مناسبت انشاءالله تبریک و مبارکباد میگیم. عزیزان من یعنی این روز سعید، این روز شادی، این روز خرسندی انشاءالله برای هر یکی ما و شما الها مبارک باشد. عزیزان من ما امروز صحبت ما درباره فضیلت خدا خواهد همین یعنی عید قربان می شود. الحمدلله خدا خواهد چندین مسئله که انشاءالله خدا خواهد یعنی در پیش است و باشتم شما قصه باشم پر مضمون انشاءالله گفته گذشتن در حرکت میکنیم. عزیزان من البته قربانی کردن در یعنی اسلام بسیار اهمیت انشاءالله خاصتا دارد، اهمیت انشاءالله خدا خواهد بلند دارد. از خود آدم علیه السلام عزیزان من یعنی چی قربانی وجود داشت، این چنین خدا خواهد و در دوره های بای ابراهیم علیه السلام یعنی اسماعیل فرزندشون انشاءالله به قربانی کردن انشاءالله حرکت کردن خدا خواهد انشاءالله.
و این چنین از دوره های رسول الله صلی الله علیه و سلم تا این روز تا قیامت، این انشاءالله خدا خواهد سنت انشاءالله بابا ابراهیم و سنت انشاءالله پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم ادامه میکند. عزیزان من، الله سبحانه و تعالی برای قربانی کردن مخصوص یک سوره است. عزیزان من، سوره کوثر، عزیزان من، این سوره مخصوص به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شدگی است. 108 سوره در قسم 30 پاره انشاءالله آخرون قرآن اومدگی است. عزیزان من، در مکه مکرمه نازل شدگی است، از 3 آیت عبارت است. سبب انشاءالله نزول این سوره وقتی که پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم 7 فرزند دارند، 4 دختر و 3 بچه. 3 بچه ها در کودکیش وفات کرده هستند. کودک وقتی که قاسم میگه وفات میکند، کافرای مکه کی آس ابن وائل گفتگی یکی مشرک بدبختی خدا زده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم طعنه میکنند. میگه که رسول الله پیش اومده، اکن فرزندات مرد، از تو هیچی باقی نمیمونه، بعدی اندک وقت یک نام میمونه نه نشانت، تماما گم شده میروی. رسول الله صلی الله علیه و سلم سری مبارکش میگه در کشال بود، در بغنی طعنه کشونید. ولی ما و شما بعضی طعنه ها میشنیم دلگیر میشیم، چند روز به خود نمیاییم، بلکه فشار خون زیاد میشود، بلکه انشاءالله سلامتی از دست میتیم. این انشاءالله قانون حیات میخیل است. میگن میخیل بود که حضرت جبرائیل امین علیه السلام همین سوره مبارکه کوثر چیکار کرد؟ نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. از 3 آیت عبارت. عزیزان من، در این سوره 26 قول عزیزان من انشاءالله روایت کرده هستند. صحیح چی است؟ کوثر گفتگی چیست؟ از حد زیاد گفتگی چیست؟ عربان اگر از حد زیاد چیز فایده باشد کوثر میگن. این خدا خواهد قولی صحیح، خدا خواهد انشاءالله صحیح ترینش چی است؟ کوثر برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جنت یک حوض است. انشاءالله حوض کوثر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم داده می شود. انا اعطینا، البته ما برای تو کوثر عطا کردیم انشاءالله خدا خواهد، که روز قیامت برای امتاش انشاءالله خدا خواهد چی که میشه؟ سیراب گردونده میشه انشاءالله خدا خواهد. میگه وقتی که رسول الله در غم بود، یک بار تبسم کرده، رسول الله سرش برداشت. صحابه بودن که یا رسول الله چی شد؟ گفت خداوند بر من همین سوره را نازل کرد. و در دویم آیت فصلی لربک وانحر، بس برای رضای الله سبحانه و تعالی نماز خواند. عبادت جانی کن. عبادت دو خیل میشد، عبادت جانی، عبادت مالی. مقصد از این فصلی لربکش نماز عید قربان بخون، گفته که فرمان شد. و بعد این نماز قرآن خوانده که عید قربان خوانده که شدی، وانحر و قربانی کن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین انشاءالله مال شتر قربانی میکردند، چون که عربان بهترین مال چی است؟ الحمدلله شتر است. خدا خواهد انشاءالله. این شانئک هو الابتر، گفت ای محمد البته دشمنای تو دنبریده هستند. ابتر معناش دنبریده، بی نسل. به یک چیز خدا خواهد هیچی نیومدگیسته ابتر میگن عربا. نی گفت من دشمنای تو، گفت من ابو لهب، آس ابن من مثال وائیل، ابی ابن خلف، مال اونها بعدی وفات کردنش گفت فقط اینا را با بعدی یاد میکنن مردم، خلاص با نیکی یادش نمیکنن. نیکی تو را همیشه با نیکی یادت میکنن. من نام تو را گفت در دمگم جا کردم، لا اله الا الله محمد رسول الله.
در قرآن عظیم و شان علاهیده یک سوره است، سوره محمد صلی الله علیه و سلم. بغض این آیت ها با بغض این سوره ها با علاهیده الله سبحانه و تعالی برای محمد سوره فرستندگی است. محمد صلی الله علیه و سوره است ان شاء الله خدا خواهد. و این چنین در اذان گفت نام تو جرنگاس میزند، اشهد ان محمد رسول الله. در خطبه ها گفت میخونند امتات، در جمعه ها، در عید ها، در خطبه ها نام تو بلند است، بلکه تو مهر محبتت همیشه در دل الحمدلله چی است؟ مؤمن مسلمان ها قرار دارد. تو هیچ درگیر نشو. الحمدلله من امروز چقدر محمد صلی الله علیه وسلم چی دارد؟ الحمدلله یعنی مشفق دارد، چقدر انشاءالله محب دارد، چقدر عاشق دارد در دنیا که عاشقاش به شنیدن نام محمد صلی الله علیه وسلم دلاشو گم میزند. لیکن ما ندیدیم محمد. انشاءالله اگر که امروز بینیمش بلکه ما چی تصورات کردن نمیتونیم. یک عالم در کوچه های دوشنبه در تلویزیون، در شبکه های اینترنتی دیدم، کوچه رفته چندین دخترها چندین بچه ها را سوال داد که اگر حاضر محمد میدیدی چی میگفتی؟ اکثرش آباش دیده جاری است. باور میکنین گفت زده نتانست بعضی من تو را دوست میدارم میگم گفت، بعضی ندونم چی گم. از چی؟ از شوق و ذوق پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم. بلکه ما و شما نم اگر پیدا شد چیکار میکردیم؟ بلکه گم میکردیم. چنان عاشق هستیم الحمدلله. این عاشقی صمیمی شود ان شاء الله خدا خواهد. این عاشقی مستحکم شود، نه قلبکی، نه یک ماه و 2 ماه باشد، بلکه تا جان داریم، تا حیات هستیم، تا زنده هستیم ان شاء الله عاشق این پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم باشیم. عزیزان من، حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حیاتش برای ما و شما قربانی کردگی هستن، به نام امتاش قربانی میکردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ببینید عزیزان من، درباره ان شاء الله خدا خواهد قربانی. زید بن ارقم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پرسید ای رسول خدا، این قربانی هایی که میبینم چیست؟ پیغمبر گفت این سنتی حضرت ابراهیم علیه السلام است. پس صحابه گفتن میگه چی فایده، چی فضیلت دارد همین کردن قربانی؟ پیغمبر گفت به هر یک تاری مویی که این یعنی 4 پا دارد، هر تاری که مویی که بلکه میلیون مو داشته که ما با حساب کتاب کردن نمیتونیم، بجز خدا نمیدوند که چقدر مو دارد. این دارد میگه به همون انشاءالله انسان قربان کننده در نامه اعمالش نیکی نیسته میشود. تصور کنید شما وقتی که یک گوسفند از بازار خریدین برای قربانی کردن انشاءالله خدا خواهد چیکار کردین؟ یعنی انشاءالله خدا خواهد حرکت کرده، چقدر انشاءالله تاریکی موی دارد، هر یک دانش نه انشاءالله خدا خواهد چیکار میکند؟ الله سبحانه و تعالی برای ما و شما نیکی مینویسد. ببینید شما دلگیر نشید که این گوسفند عادی گوسفند نیست. این گوسفند که شما در تویا میکشه و در خیر احسانو میکشه و ای دیگر گوسفند است. این تماما گوسفند دیگر است. دانشمندان در شرح همین حدیث گفتن که زنده گرداندن سنت پیغمبر، سنت ابراهیم علیه السلام به این خاطر لازم است که خداوند سبحانه و تعالی یعنی ما و شما را امر کرد. در سوره نحل آیت 123 الله سبحانه و تعالی ما و شما را با امر میکند، میگه باز امر کردیم به تو ای محمد صلی الله علیه و سلم که پیروی کن دین ابراهیم، زیرا او از دینهای باطل بیزار بود و از جمله مشرکان نبود. یعنی محمد صلی الله علیه و سلم گفت که یعنی تو گفت چیکار کن؟ تابع یعنی چیکار شو؟ انشاءالله خدا خواهد دین ابراهیم شو.
که ابراهیم از دینهای باطله یعنی بیزار بود، هیچ وقت دینهای باطله را قبول نمیکرد و همچنین هم با ابراهیم چی نبود؟ یعنی مشرک نبود. عزیزان من ببینید خدا سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد حتی که فرزندشونه اسماعیل علیه السلام چیکار کرد؟ برای رضای خدا سبحانه و تعالی یعنی قربانی کردن در راضی شد که جمعه گذشته من گفته بودم. و خدا سبحانه و تعالی بجای این چیکار کرد؟ یعنی فدیه یک گوسفند از جنت با واسطه جبرئیل علیه السلام الحمدلله چیکار کرد؟ توفه کرد، هدیه کرد. الا اگر خدا خواهد میخواست که همون اسماعیل خدا خواهد خونش بریزوند، هر سال برای ما شما واجب بود که یک ته فرزندام را چیکار کنیم؟ قربانی کنیم. نبراریم. لیکن الله مهربان است الحمدلله. خدا خواهد ببینید خداوند انشاءالله یعنی چقدر مهربان است. در سوره صافات آیت 103-107 پس وقتی میگه تیار شدند تا حکم خدا را بجا آرند و پسر خود را به زمین به جانب پیشانی خوابانید، پس صدا کردیم او را که ای ابراهیم تو خواب خود را راست کردی، البته نیکوکاران چنین ثواب میدهیم، چون که آزمایش ظاهر است و به عوض پسر فدیه دادیم و او یک گوسفند بزرگجوسه برای ذبح کردند. خدا گفت وقتی که خواب دید گفت که در یعنی وعدت وفا کن. حضرت ابراهیم بسیار مالها را قربانی میکرد، حد شمار نداشت، فرزند نداشت. یعنی گفتادین که اگر الله سبحانه و تعالی برای من فرزند میداد فرزندم قربانی میکردم. وقتی که فرزند 13 ساله میشود، سوره صافات تفسیرش نمیاد، 13 ساله که میشود روزی مثال گیم که یعنی ترویه میگن امروز 8 روز ترویه، همین روز خواب میبینن حضرت ابراهیم که در خوابش خدا میگه یعنی وقتی که وعده کردی وفا کن. میخیزد از خوش میگه آیا این خواب رحمانی باشد یا که شیطانی؟ دیم روز با خواب میبیند که پگه عرفه است، انشاءالله شب عرفه روزی عرفه است، با خداوند فرمانش میتید که یعنی وعدت وفا کن. بعد عرفه گفتگیش خودش کلمه شناختن است و میشناسد میفهمد که فرمان چی است. انشاءالله قربانی کردن فرزند وعدت اجرا کن. روزی دهم روزی نهرش میگن، روزی انشاءالله خدا خواهد ایده یوم النهر، یعنی قربانی کردنی چی؟ با اسماعیل در کوه مینا انشاءالله خدا خواهد. من امروز حرکت کرده حاجی ها خدا خواهد حرکت میکنن انشاءالله. پگه در عرفات یکی فرضی انشاءالله حج است، عرفات نمیشینن تا نماز پیشین به ذکر و به تسبیح و به دعا و نماز پیشین انشاءالله خدا خواهد در وقت نماز پیشین عصر کتی نماز پیشین در یک اذان و 2 قامت انشاءالله اجرا میکنن. بعد انشاءالله اجرای نماز پیشین خدا خواهد حرکت به مزدلفه میکنن. عزیزان من و پگه شب در مزدلفه میستن و فردا با مینا گشته انشاءالله قربانی اجرا کردن حرکت میکنن انشاءالله. بابا قربانی واجب است. همه حاجی که خدا خواهد از ازبکستان زمین گیم که اگر گیم که 10,000 رفت می 15,000 رفت می شمارش به ما نامعلوم است، همش قربانی میکنن، همه منتظر شده پایسته میستد. الحمدلله اعلان میشود خدا خواهد از طرفی خدا خواهد خادمان دین که قربانی اجرا شد، از یعنی احرام براین انشاءالله آبازی میکنن، موی سراشون میگیرن و خدا خواهد لباسای چیه؟ خدا خواهد احرام بستگیشون میکشن و با لباسای عادی 3 روز در کوه زندگی میکنن انشاءالله. 3 روز چیکار میکنن؟ 49 سنگ میزنن انشاءالله. شیطانی یعنی ملعومی مرجونی مردود انشاءالله خدا خواهد انشاءالله. من خیلی وقتی که با ابراهیم خدا خواهد انشاءالله فرزندش برد و خواب کنانید حرکت کرد که انشاءالله خدا خواهد کند، لیکن الله سبحانه و تعالی در فدیه و عوضی و گوسفند دادن بعد حضرت ابراهیم تتله داشت تا که خدا خواهد رگ جانی فرزند اسماعیل برد. یک باره میگه حضرت جبرائیل میگه تکبیر داد، الله اکبر الله اکبر. با ابراهیم میگه سرش همین خیلی برداشت دید که
حضرت جبرئیل در دست یک قشقار ایستادگی است، لا اله الا الله والله اکبر گفت. حضرت با اسماعیل سرش بردار گفت الله اکبر ولله الحمد. همین تکبیری تشریق میگن عزیزان من. همین تکبیری تشریق 23 تا خدا خواهد مذهب ما و شمونده از 23 تکبیر عبارت است. پگه خدا خواهد انشاءالله یعنی نمازی بامداد سر می شود. هر یک عقیبی نمازی فرزنده البته خدا خواهد این تکبیر گفته می شود. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. زنهاتون هم آموزونین انشاءالله خدا خواهد. زنهاتون هم در خانه ها البته بعد نمازی فرض که شد یعنی 5 روز پنجم روز نمازی عصر نه ادا می شود. بعد این واجب است، گناهگار میشی این قبول نکنی، چون که این در فرمانی خدا است، فرمانی با ابراهیم، اجرای خدا خواهد حضرت اسماعیل و 3 کس خدا خواهد انشاءالله عملش دارد انشاءالله خدا خواهد یعنی اجرا شدگی است. برای همین این سه از پگه نمازی بامداد در همه خدا خواهد و یا چیکار کرده میشه خدا خواهد اجرا کرده میشه خدا خواهد انشاءالله. حتی که میدیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه در مدینه به مدینه هجرت کردن عزیزان من مدت میگه 10 سال قربانی کردن. پیغمبر اسلام چون که سبب که رسول الله 23 سال پیغمبر شدگی هستن، 13 سال در مکه و 10 سال انشاءالله در مدینه. همون 10 سالی که استقامت کردن البته چیکار کردن قربانی ها بجا آوردن الحمدلله. حتی میگن این کتاب که میگن برای یعنی امتاش میگن الحمدلله الهی خدا خواهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردند. ببینید قربانی یعنی واجب است عزیزان من، واجبات اسلام است. 12 واجب اسلام یکیش قربانی کردن است انشاءالله خدا خواهد. برامین این قربانی خدا خواهد انشاءالله برای کیا درست است؟ بعضی مسئله هاش میگیم یعنی قربانی برای شخصانی که مسلمان، عاقل، بالغ، بلاغت نرسیدگی، مقیم، مسافر نشدنش در کار. یعنی بلاغت نرسیدگی مسلمان برای کافر واجب نیست. چی است؟ واجب میشد خدا خواهد انشاءالله. ثروت داشته باشد، بای باشد، یعنی زکات واجب شود انشاءالله خدا خواهد. یعنی برای نو چی میشود انشاءالله خدا خواهد یعنی واجب میشود. در مذهب ما و شما مقدار یک خدا خواهد انشاءالله پول معینی داشته باشد خدا خواهد، گرچه این نصابش که نمی سوزدگی باشدم وای باشدم انشاءالله خدا خواهد از زانی من یعنی که مالی تجارتی دارد یعنی مکان زندگی دارد دیگر دارد. در کتاب رد المختار جلد 6 صفحه 312، فتوای هندیه جلد 5 صفحه 392 انشاءالله خدا خواهد باید که چیکار کند البته این گروه ها اجرا کنن انشاءالله خدا خواهد. دویم میگه آن مالی که میگه برای قربانی واجب میشود انشاءالله خدا خواهد یعنی سال گذشتن شرط نیست. سال نگذشته انشاءالله خدا خواهد پایسته نمیسین شما که حالا 1 سال من پلیامو سال بعد پال بگذره و نه خدا خواهد انشاءالله اجرا کردن میگن خدا خواهد. یعنی قربانی در روزهای معین عبادت است از دانی من و شما 3 روز انشاءالله خدا خواهد چی داریم انشاءالله 10 11 12 همین ذوالحجه تا نماز عصر انشاءالله چیکار کنیم انشاءالله خدا خواهد یعنی قربانی بجا بیاریم. کتاب رد المختار صفحه خدا خواهد 320، بدیع الصناعی جلد 5 صفحه انشاءالله خدا خواهد 68. البته در این روزهای معین نشده انشاءالله قربانی کرده باید که ادا کند انشاءالله. اگر میگه از این روزهای معین شده انشاءالله گذرد همون یعنی پولی باید چیکار میکرده است انشاءالله خدا خواهد یعنی صدقه میکند. مبادا اگر غافل موند و نشود همون پولی انشاءالله خدا خواهد چیکار کردن در کار انشاءالله خدا خواهد یعنی صدقه میکند. حتی که روز هم شب هم جایز است انشاءالله خدا خواهد قربانی کرده. روز وقتو که نشید بعد نماز شام هم بعد نماز خفتن هم انشاءالله خدا خواهد چیکار کنین انشاءالله اگرچه بهترش میگه روزانه باشم ادا کردنش شبانه هم درست است. کتاب بحر الرقایق جلد 8 صفحه 176، فتوای هندیه جلد 5 صفحه 295 انشاءالله خدا خواهد. ببینید
اگر به سبب غفلت و اگر شال باشد مولا چیکار میکند؟ انشاءالله خدا خواهد قربانی میکند انشاءالله. اگر میگه در سالهای زیمش میگه شخصایی که سالهای گذشته قربانی موندگی باشد، اگر او ادا نکرده شد انشاءالله خدا خواهد به همون اندازه وی یک جانور قیمت میگه صدقه کند. من سالهای گذشته ها توی موندگی باشد اگر انشاءالله دلگیر باشین خدا خواهد انشاءالله چیکار کنین؟ همون یک پولی خدا خواهد گوسفند چیکار میکنین؟ صدقه میکنین. فتوای هندیا جلد 5 صفحه 294، رد المختار جلد 6 صفحه 312 خدا خواهد انشاءالله. ببینید برای انشاءالله خدا خواهد این چیزا را خدا خواهد هممون چیکار کنیم انشاءالله خدا خواهد، یعنی اجرا کردن حرکت کنیم که انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم؟ اداش کنیم انشاءالله خدا خواهد. یعنی برای همین حتی که زن تو اگر خدا خواهد صاحبی یعنی پول و مال داشته باشه زن تو هم قربانی کردنش واجبه. از دانی من امروز زن ها هستن که پیشین زن ها امروز زن ها هستن که بسیار بای هستن الحمدلله. من از زن های بیزنسمن هستن الحمدلله. زنهایی که خدا خواست صاحب چقدر بعد شوهرش وفات کردن دارای چقدر دلار و طلا شدگی است، اینا هم زن هم زکات قربانی کردنش از دانی من واجب است خدا خواهد انشاءالله. همین خدا خواهد چیکار کنین؟ البته این وظیفه را خدا خواهد در این باره مسئله گپ زنیم، گپ بسیار است انشاءالله خدا خواهد. بعضی مسئله های ایده میگیم خدا خواهد انشاءالله. خب با سوالات باشه بیم الله 2 روز وقت داریم انشاءالله خدا خواهد، بیم الله در 4 روز وقت داریم میتونیم با مراجعت کنیم خدا خواهد این چیزا رو اجرا کردن همه خدا خواهد انشاءالله حرکت میکنیم که انشاءالله ادا کنیم خدا خواهد انشاءالله. برای همین خدا خواهد من پگه عرفه انشاءالله روزی بازار یعنی عید انشاءالله پیشواز میگیریم. پگه چخیلی که گفتیم این نمازی بامداد تکبیری تشریق سر میشود، همه این تکبیر خدا خواهد ادا کند. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. و این چنین دهه بزرگ بود، لیکن نهم روزش از آن من بسیار دهه عرفه روزه گرفتنش خدا خواهد بسیار معتبر است. برای این خدا خواهد برای خود ضرور دونه و این روزه را انشاءالله خدا خواهد بداریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن سئل عن صوم یوم العرفه یکفر سنه الماضیه والبقیه. پیغمبر اسلام سوال کردن که چی میگوی شما در حق روزه عرفه؟ من پگه عرفه است. رسول گفتن که روزه عرفه گفتند یعنی 2 ساله بینین 2 ساله گناهان را کفارت میشد است. بینین 2 ساله گناه های صغیره ما و شمانده چی میشد از کفارت. اگر پگه انشالله این روزه بوده همه بدارد روزه، چونکه ما بگناه نیستیم. و گناه های کبیره که زنا کردی، عرق خوردی، دزدی کردی، فالبینی کردی، چی کردی خدا خواهد اینا با توبه انشالله محو میشود. گناه میلی چی صغیره هاش چی میشود انشالله همین پگه اگر روزه داره انشالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی 2 ساله گناهاتون کفارت می شود. بهترین خدا خواهد روز است. و روز 10 هم روزه گرفتن انشاءالله از دانی من سنت است. روز 10 تا نماز خدا خواهد چیه؟ ایده. سحری خدا خواهد نخوردن سنت ہے. هم سحری که خدا خواهد می خیزین نیت کنه خدا خواهد روزه گرفتم روزه خدا خواهد انشاءالله ماه ذوالحجه از صبح صادق تا نماز شام خالص الله اکبر اهل و عائله و فرض یک روزه ثواب شه الله میتید. این یک روزش 1 ساله گناه نه کفارت است. کسانی که سال 10 روز روزه گرفته شد خوش به حال جونش 10 ساله گناه نه کفارت شد. کسی که گیم که 2 روز گرفته شد 2 ساله شنده. اما شما خدا خواهد 2 سال با او خدا خواهد 1 سال کتی 3 ساله کفارت. اگر روزی عید هم انشاءالله خدا خواهد چون که نیت کرده به نماز بین 1 روزه ثواب شمیتی. هیچ کس خدا خواهد 1 روزه اگه اون کس مردگی نیست الحمدلله. درست می امروز روزه لیچینی است. میگه بدن زکات دارد، همه چیز زکات دارد. اگر خواهی که کسل نمیشم گویی صحت میگردم گویی در 1 ماه 3 روز روزه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دمت خدا خواهد بیچاره آشقزان بیچاره و خدا خواهد پولشین و ولات دمت یک گاگا
زبیت شو سکم مشنم نگروسکش بلند شو خدا خواهد پرشین تشت کن نگو والتا تشت کن نگو خدا خواهد نگر میگیره و ها کذا میگیره. انسان هم همچنین است خدا خواهد انشاءالله. گاه روزه گیرین کم نمیشین خدا خواهد انشاءالله. همین آدم بیمار نمیشود هرگز. فشاری خون امروز همه مرد دیاگنوز مونده خونت غوصیده است، خونت غوصیده است. چی غوص میشه داخل؟ همین پرخوری میشه غوص. شام گفتن میگیره شام یک روزه صاحب میتید خدا خواهد انشاءالله. نیت شکران میگیرم تا نماز شام انشاءالله خدا خواهد. روز عید با خدا خواهد انشاءالله بعض سنت ها است و بازی کردن سنت از دانی من. شب عید خواب نرفته عبادت کردن منزلت شب قدر دارد. کسی که میتواند اگر شب عید خدا خواهد پگه شب انشاءالله برای رضای خدا اگر خدا خواهد صبح کند هیچ نیست. 6 ساعت وقت است خلاص. من 9:30 نماز خونیم 3 ساعتی 3 صبح میدمد. ما بین 6 ساعت نکسی اگر 6 انشاءالله خدا خواهد تو عبادت کند الله سبحانه و تعالی شب قدر چقدر خدا خواهد انشاءالله منزلت داشته باشد همون انشاءالله خدا خواهد اجر و مکافات خدا خواهد انشاءالله الله سبحانه و تعالی میداند خدا خواهد انشاءالله. و عطر زدن سنت، لباس خوب پوشیدن سنت انشاءالله از دانی من. مسواک کردن سنت روز عید. و از خانه وقتی که ما عیدگاه می آییم تا عیدگاه اومدن بلند الله اکبر تکبیر تشریق گفتن سنته. بلند گفته بیا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نماز عید رمضان ده خفیه گفتن سنت بود. این ده بلند گفته بیا خدا خواهد. ناموس نکه شکست شما را نمیزند. حقارت میکنی ناموس نمیکنی. بلند سرود خونده کشته بعضت کوچانده لالی خونفته. هیچ ناموس نمیکنی خدا خواهد. حقارت های بیزیب داری یک گرم ناموس نمیکنی. نه شرمگاه زن تا میمونی نه شرمگاه خط میمونی. یک گرم ناموس میکنی بعد الله اکبر گوه ناموس میکنی. این لفظی است که دنیا را میلرزونه. این لفظی است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در هر دمی که میخواست الله میگفت الله اکبر میشیش الله اکبر. این خدا خواهد نان و نمک انشاءالله محمدی صلی الله علیه وسلم بود. ما در یک نماز عید خدا خواهد در کوچه بلند گفته اومدن ناموس نه که خدا خواهد به ملال بگو خدا خواهد شد. شاید یک خدا خواهد به نمازا مو به توفیقا همین سبونی الله هاشینه یک قلبش خدا خواهد بلرزه و مائل به یاد الله سبحانه و تعالی شود و هم یک سبحان الله و هم الله اکبر یاد گیره خدا خواهد انشاءالله. ببین و انشاءالله خدا خواهد نماز عید خوانده می شود. بعد نماز عید خواندن هممون انشاءالله خدا خواهد چیکار میکنیم؟ قربانی کردن انشاءالله واجب دار یک خدا خواهد انشاءالله گیرگردک و خونه و خونه و مرددار و درد نمکم که روزید به نام ساری خدا خواهد انشاءالله کی خرسندی میکنی کی شادی میکنی کی مسلمان پرازنگ میکنه کی دیتا پرازنگ خودش دیگه پرازنگ نداریم. این عید ماست نه عید یهود و نصاراست. این عید ما هاییم. این خرسندی این شادی های خدا خواهد انشاءالله. همون روز با عائلت خدا خواهد انشاءالله پرازنگ کن قربانی کنین انشاءالله خدا خواهد. خانواده مزه کنین صحبت دوستان خوب کنین خرسندی شادی نگریستن نه داد گفتن نه رو کندن نه مو کندن نه مزار دویدن. ای بس امروز الحمدلله با واسطه دموکرات 23 سال شد 33 سال 34 سال شد الحمدلله اسلام آزاد شد و فعلا آزادی حال اما در جاهلیت حال هم در بدعات و حرفات زندگی داریم که ای مسلمانی کامل میشیم. فهمون زنده انشاءالله خدا خواهد فهمون دختراته فهمون خواهرکت انشاءالله خدا خواهد طبق سنت های پیغمبر عمل کنن انشاءالله. بیان پیغمبر محمد شفاعت نمیکنه که 2 روز خرسندی را پیغمبر گفت دعا کرد برای ما شما الله اسمان عطا کرد که راحت کنن خرسند شون شادی کنن ما در غم گریه ماتم.
محمد کسی را شفاعتگر است که او در جاده پیغمبر است. که محمد شفاعت میکنه وقتا که سنت های محمد زنده کنی، بدعات و حرامات از بین دور کنی، برداریش انشاءالله. خدا خواهد نکنی روزهای خرسندی. بینن کودکان من بسیار خرسند میشم، کودکان را بینن بیچاره مزه میکنن. تا بار میکنیم 20 و 25 ساله 30 ساله جوانای امروزه دموکراتی ما و شما راحت دارن. امروز صدها با ما تشکر زیاد میکنن که خوب کردی داملا جان، همین چیزا گم کردی، ما را آزاد کردی. ای لباسی پوشیدن و ای گریستن و ای خدام نزدن و کندن و بلا و بدتر خوب کردی. من 2 ساعت پیش یک برادر بسیار منتداری کرد که ما آزاد شدیم. حقیقی انشاءالله مسلمان شدن حرکت داریم که سنت های پیغمبر را زنده کنیم. این جوانان نفرت به همون اخلاقی بده که ما شما در دازت همین شوروی مونده، همین شوروی ها، همین شما خدا خواهد همون عقیده پسیدهی که دی زندگی داری، یا که این از سنت نمزور باشد. نکنه این کار عزیزان من. خواهی که امتی محمد شوی. خدا این روزه برای ما خرسندی داد، شادی داد. خدا خواهد مزده کنین انشاءالله. خدا خواهد اید گرده کنین. خدا خواهد چی اید گرده کش؟ خدا خواهد اکاو داده را اپچه او خواه تاقا اما جمع زنه در خونه. اینه اید میگن ما نه یک افقاته. من بینن در تاجیکستان باور میکنین همه تاجیکستانی ها همه دروازه هاش نمیدانن که شاید همه بودید بایافش نمیموندن دور مده خرسندی کرد. علایده مخصوص با یک حلوا داشتین. حلوا را من خوردم، عجیب حلوا که هم یک دختری ما همجا میکرد است. خدا مبارکش کنه که نسیان خواهرکش میتونست است. گاه ما نمیتید باور میکنین فقط تبریکات، خرسند، شادی. یک مایسته میکنیم از آنی من آرزو بکنیم که در شیار زمینی ما شما همچنان خرسندی ها باشد، همچنان شادی ها باشد، نماتم و نغم و نگریه. روز شادی است از آنی من، شادی کنیم. ایدی دادن سنت است. بچیکاتون خدا خواهد در این روزا خرسند کنیم. پدرکا زنده باشند خدا خواهد یک قاطی لباس ها خریدیشو. مادر زنده باشد انشاءالله یک قبل لباس خربتی. دویده خدا خواهد پیش یامه برا گور مزار ندا. دویده پیش مادر برا پدر برا انشاءالله. خدا خواهد اکا و دادر برا انشاءالله. خدا خواهد زیارت کن. با اکثری ها در آسمون میرسد. یا بیمارا را خدا خواهد یا محتاجا یا کم بغلا را در این روز دستگیری کنیم. الله از ما و شما راضی می شود. اگر میگه خدا شود از بنده راضی با او یار است استقبال ماضی. اگر خدا از ما راضی شود خدا خواهد انشاءالله دو دنیا سعادت نه. گر شود مولا از بنده آزار همه در دو عالم از تو بیزار. اگر خدا ما آزار یابه در دو عالم همه ما بیزار میشه. کاری کنیم که راضی الله همیشه در پیش باشد. همیشه شادی ها، خرسندی ها. بار دیگر عید مبارک باشد.